اگه بگن آقا دینتون چیه، ما دین عشق، ما دینمون دین عشقه، جوهر دین رو ما داریم. اسلام در وجود ما هست، مسیحیت در وجود ما هست، همه کلیات همه ادیان رو در دل ما نوشتن. ما هممون بر مذهب پروردگارمون هستیم. ما بیدین که به دنیا نیومدیم که حالا میخوان بعدن دین بهمون بدن. ما رو خداوند با دین خودش به دنیا آورده. فطرت الله التي فطر الناس علیها، این فطرت خداست، فطرت خدا بر صراط مستقیم، ان ربی علی صراط مستقیم. بنابراین ما دینمون رو داریم که باهاش به دنیا اومدیم. دین ما چیه؟ دین عشق. کار ما اصلی ما برین دنبال عشقتون، برین دنبال عشقتون، برین دنبال زیبایی، برین دنبال پروردگارتون. پروردگارتون زیباست. هر چی زیبایی بیشتر درک بکنی به اون نزدیک میشی. هر چی خوبتر بشی، مهربونتر بشی، خدمتگزارتر بشی، برکات بیشتری از وجودت برسه، باز به اون نزدیکتر میشی.